اومدیم با ماینکرافت ترسناک. لیتس گو. خب اومدیم با رفیقمون یکم ترسناک بازی بکنیم یا اول فاز. خب برم بهش وصل بشم. آقا لطفا لایک کامنت دنبال بکنید تا من میرسم که رسیدم. سلام آرتو، چطوری؟ خوبی؟ سلام خوبی؟ مرسی ممنون داشتم. خب واسه من سلام درست کنم به بچه ها بکنم. سلام چطوری؟ سلام با مزا، چیکار میکنین؟ عشق میکنیم. امروز قراره با هم یه ویدیوی خیلی خفن بگیریم از ماینکرافت ترسناک. خب تو برو زمینشو انتخاب کن، وسایلایی هم که گرفتی به درد بخوره. کوشی خب آرش برو بریم. وسیله که چیزی نمیخوایم، پس به جاش میرم پلیو میزنم بریم یکم چی بریم. نمیاره. چی شد؟ من فعلا میرم سمت ماشین. نمیاره. بیار. آورد. خب این خونه خوبه؟ نه خوبه. نه بریم این. باش پلی. این بهتره. وای بچه خیلی استرس دارم. ترسش خیلی بالا. بچه ما تا اینو تموم نکنیم نمیمیریم، نه بازی میریم بیرون. پلیر ترین چیزی. خب آرش من میگم وسایلا که انگلیسی لازم داره رو برمیدارم مثل منم این دوتا رو برمیدارم. از قدیم میگم با من اون بنفشم برمیدارم. اونا بردار، من نیازش ندارم. میریم دیگه. بریم. بابا اینقدر خون سرد نباش، خونه جنی ما. وای چه ترسناکه. پیانو دارن، فکر کنم این خونه مال با کلاساسا. حالا ولی کن بابا. یک ثانیه گرد نزن. آقا بچه ها نه کنید، ما واقعا تو بازی ترسناک بدراک عالی پیش میریم، واقعا خفنه. آقا بذار من برم دنبال این آرتو. کجا میخوای بری؟ من میترسم، جن نشون داد. جن هنوز صدیم. بچه ها راستی یه چیزی یادم رفت بگم، اگه اینی که تو دست منه زرد یا قرمز بشه یعنی جن خیلی نزدیکمونه. خب فعلا اون صد بود سری بزنم ببینم چه خبره. من دارم فیلم میگیرم پشتت، برو. من میترسم. یه سلامی بکن. سلام به همه گوگولیا. خب لامپش نیم سوز کتنه ها. من میرم اینو میذارم اینجا. تله خوبی چی گذاشتی؟ تله بیا. چه با مزه است. بیا عقب اینجا نه بخور. من بزنم اینجا نه اینو برمیدم. خب اینجا با مزه. آره فرار نه من فیلم میگیرم اصلا اینجا. حالا یا من میترسم. وای بچه ها دیدیش. بچه ها بچه ها هیچی رفت تو اتاقه. بچه ها من باش حرف زدم. دیدیش؟ وای دیدیش؟ آره. ویجی بذار من ببینم میتونم ببینمش باز. بچه ها خیلی ترسناکه. البته باید از چند تاتونم تشکر کنم که ما رو دنبال کردین و لایک کردین و البته این مودو به ما معرفی کردین. میگم تو برو ببین چنده. باشه فکر 80. وای اونجا بود، همینجا بود. وای رفتش. چی شد؟ وای همینجا بود. کجاست؟ وای نگاه باورت نمیشه، همونجا بود. واقعا؟ آره خشنگ همونجا بود، قسم میخورم. وای خدا. من میرم اون سمت یکم بالا. نرو بالا میرم. من ترسو نیستم میرم. اما معلومه اینا شراب هم میخورن، داخل خونشون پر شرابه. مشکلی برای من نیست، من فقط میخوام اینجا فیلم بگیرم پولدار بشیم. با پولدار کجا میدونیم؟ تاش 21 تومن بهمون بدن. میخوای 50 بده ها؟ چی گفت؟ وای دیدیش. من فیلم بگیر. وای فکر کنم اینجا باشه. چی بود؟ مومو بودی؟ نه هیولا. بچه ها راستی اسم این مودم مود جنگیریه و به انگلیسی هم دفیکو ردیگیشن هکسر.
بچه ها اصلا بهتون پیشنهاد نمیدم این مودو بازی کنید. ترسناک ترین مود دنیاست. خب آقا من بذار ببینم اینجا میتونم کاری بکنم. وای بابا این رفتش. الان من چطوری بتونم ببینمش؟ پیچ گوشتیه؟ نه آچاره. چرا پیچ گوشتیه؟ نه آچاره. پیچ گوشتیه ها. بذار من ببینم میتونم ببینمش دوباره. من میخوام یکم تو باهاش برو حرف داخل بزنم. برو ببین هست. میترسم من فیلم نمیرم. میرم. وای چیه؟ چه فکر چشمش بود. نمیفهمم این چی بود. یا خدا. خب 5 دقیقه ویدیومون رفت. بچه الان که داریم وای. این ویدیو رو میگیریم ساعت 3 شبه. وای وای بابا شارژ گوشیم همینجا کم شد. وای اینم شانس ما. بچه و دقیقا هم برقا رفته ساعت 3 شب. آخه کی برقا رو میبره؟ آقا ساعت این ساعت اومده به عشق شما. جان خودتون لایک کن. این لامپه روشن نمیشد. نه روشن شد. لامپ روشن شد. این لامپه روشن نمیشه. من دکمهشو زدم. بس من برم اینم ببینم فکر کنم چنده. 80 شده. 60 بود. 60 80 من برای 80 80. وای بچه خیلی ترسناکه. بچه من از پشت هوای آرش رو دارم. تو هوای منو داری تو راست میگی. خب البته تو باگونی. بچه پیتزا فکر کنم دیشب پیتزا خوردن. وای ببخشید بچه های خودم گذاشتم. دلم سه تا اصلا دلم رفتم همون من. بچه ها آقا بچه من یکم احساس ترس دارم به خاطرم حرف نمیزنم یکم تمرکز میکنم. بچه خیلی ترسناکه به خدا. آینو میزن. بچه ها دیدین تکون خورد؟ ندیدین پرتاب شد؟ بچه ها پرتاب شد. وای وای وای. فیلم بگم باید فیلم بگیرم من. آقا اینو بذاریم رو شاید اظهار بشه. آره برو بذار سر جاش ببینیم چی میشه. بچه ما دوباره اینو گذاشتیم برو کتابه رو گرفتم دستم. میفهمی چی شد؟ کتابه رو گرفتم وای چه دستم. دره بسته شد. این زغال اسپان شد. وای بچه ها داره یه صدای ترسناکی میاد. صدای گریه و خنده با همه. وای خیلی بده. ببین دریزه بارش. وای بچه 7 دقیقه از ویدیومون رفته ولی من سعی میکنم ویدیو بیشتر بگیرم. ولی خب اگه دیدید خیلی نشد به بزرگی خودتون ببخشید. گوشی من خیلی شارژ نداره. بچه ها البته تا آخر ویدیو نگاه کنید که قرار فوق العاده اتفاق جالبی بیفته. بچه من بهش یه پیامی دادم. بهش گفتم سلام خوبی شما؟ بابا به هیولا تو داری با هیولا صحبت میکنی. وای بچه ها اینطوری که ما فهمیدیم داخل این هیولا 3 نوع هیولا ما داریم. یکیشون روح، مومو و مرد تاریکه. این 3 تا هیولای اصلی بازی. حالا نسخه‌های دیگه هم هست. بچه ها چیه مردی اونجا؟ بچه ها یه مردی اونجاست. رفتش. بچه ها رفت بالا. یه چیزی دیدم. وای بچه ها میبینیم اینو هی داره میره این موره داره میره. اما میشه یه باش صحبت نکنی یه دفعه میاد میخورتت. نمیخوره خونه نه. وای 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 بچه ها دیدینش؟ وای مگه میشه؟ دیدین؟ خودم با چشمای خودم دیدمش. تو برو ببینی چنده. من میرم ببین. 60 شد؟ آره بچه ها فقط این باید تو 0 بشه تا خونه تمام بشه. وای بچه ها فیلم گرفتم. وای بچه ها میبینین؟ وای فیلم گرفتم. وای بچه ها دیدین؟ بچه ها فقط از خونه نمیتونن بیان بیرون. آقا اصلا از خونه نمیتونه بیاد بیرون. همین بیرون عالیه بچه ها. خب آقا فکرم اون داخل ماشین کار داره. من صحبت کنم. وای حاجی تا میاد. وای من بیشتر فیلم میگم. من باید حد اکثرم صدا چی بود داخل کنم ولی شو. آقا من باید حد اکثر از این کلی فیلم بگیرم. بچه ها من دوباره باش حرف زدم. بچه ها نمیاده. حاجی یه صدایی من شنیدم از خونمون. آرش چند شده؟
10 شده واقعا 10 شد. آرش با بذاریم 0 بشه تا تموم بشه این خوبه. بازی نکبت. عالی عالی. آقا اینا هم که اینجا اینا که کتابه مهم ولش کن مهم نیست. ما راست که میگی. خوندیمش. من دیگه خیلی میترسم از این، فقط روحشه کار من نمیاد نداره. خودش. ولی من نمیرم تو ممکنه دوباره در آره. بسته شده صدای گریه بیاد منو بکشه. آره. نمیخوام گند زیاد بزنم. نرو تو. خب بچه اونو میبینید؟ نه این همون چیز اصلا آها. چیز خاصی نیست. خیال راحت. من دارم فیلم میگیرم یه خوی اومد یه فیلم ازش گرفته باشیم. بچه اگه از این خوشیتون اومد ما میخوایم اوه بچه دیدینش؟ دیگه اونقدر بچه‌ها. ترسناک نیست برام. هی رو میشه. خیلی آسونه. بچه ها اگه میخواستین بقیهشون هم بذاریم حتما بهمون خبر بدین، چون نسخه کریسمس و هالووینش هم هست. حتما کامنت های خوشگل بذارید تا ما نمیریم. وای دیدینش؟ آقا وای بچه میبینین؟ آقا من باید برم ببینم 0 شد یا نه. من میرم. 6 و 5 شده. نه 0 شده ولی 0 شد. حالا یکم دیگه بمونیم ببینیم چیزی نمیاری. فکر نکنم شاید اشتباه دیدی. بچه شاید 8 بوده. بچه الان ساعت 4 صبح شده. وای خب بهتر روز صبح بشه بهتر. وای بچه خیلی ترسید. بچه این کلی منو نترسید. بچه من باشه حرف زدم. میشه یه خیلی رو نذاری اینجا بابا. قشنگ جلو بود. وای من میترسم میاد منو بزنه بکشه. وای بچه دیدینش؟ بچه دوباره نور سفید من دیگه برام خیلی عادی نزدیک شده. شد. من دیگه برام عادی شده. بچه من اونو میذارم اونجا ببینیم. بچه میبینین داره زیاد میشه. دو زرد. وای بچه من یکم سکوت قشنگ میکنم. همینجا. بچه جواب داد. جواب ای که سیو. من گفتم تو داشت دیدینش. قشنگ همینجا. بچه اون داره میگه مار داره. آرش برگرد. دارم میام. بذار ببینیم این دیگه چند شده. بزنیم. 0 شده بود. درست میگی. وای بچه من خیلی میترسم. خب آجی یه صدایی داره میاد از در خونمون. آرتا صدات نمیاد بابا. من میترسم نگو از من رفتی بیرون. وای بچه من تنهایی نمیتونم. بچه ها خیلی ضعیف شده. بابا عشقم برگشتی. مرسی داشتم میترکیدم. وای بچه من میتونم ببخشید صدام رفت یکم ضعیف شد یهویی. خب آقا دیگه 13-14 دقیقه شاید شده باشه. بچه ها خیلی سخته. آقا من میگم دیگه بس نیست. نه اینکه دیگه ضبط کنیم. بچه ها خوششون میاد. یه پولی هم خودمون بدیم. وای بچه دیدیش؟ وای من دیدم. وای بچه ها دیگه باید بریم. خب بچه ها خود وای بچه ها خوبیده. یس بچه تموم کردیم. تمومش کردیم. خب بچه ها بایدم پولا. وای بچه 24. وای $54 بابا. خب بچه ها امیدوارم که از این ویدیو ادامه بدیم به نظر یا نه؟ نه آره نمیدونم. نه ویل کن. خب بچه ها امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. شما که من تنظیمات یه کار انجام بدم. ای بابا گوشیم خیلی داره کم میشه شارژش. خب دیگه خب بچه ها خیلی امیدوارم خوشتون عالی بود. باشه. اصلا بهم خیلی خوش گذشت. بچه ها نما خودت اصلا عالی بود. بچه ها اگه پارت دوشو میخواید حتما کامنت ها بگید. کامنت ها همه بگید. عشقید. خب بچه ها خداحافظ. لایک کامنت دنبال کردن فراموش نشه. خدا حافظ.